چند هزار سال پیش اگه یه سرباز توی جنگ بینیشو از دست میداد، پزشکای ایرانی یه روش عجیب و حرفه‌ای داشتن. اول زخم رو با کندر تمیز میکردن که عفونت نکنه. بعد با چوب بید سبک یا استخوانه کوچیک حیوانا یه پایه برای بینی میساختن و ضد عفونیش میکردن. اما این تازه اول کار بود. یه تیکه پوست از پیشونی یا گونه که هنوز به بدن وصل بود روی این پایه بخیه میزدن تا خون رسانی ادامه داشته باشه. برای اینکه زودتر جوش بخوره، از ترکیبات عسل، زعفرون و روغن گل سرخ استفاده میکردن. چند هفته بعد بینی سرباز ترمیم میشد و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. چند هزار سال پیش اگه یه سرباز توی جنگ بینیشو از دست میداد، پزشکای ایرانی یه روش عجیب و حرفه‌ای داشتن. اول زخم رو با کندر تمیز میکردن که عفونت نکنه. بعد با چوب بید سبک یا استخوانه کوچیک حیوانا یه پایه برای بینی میساختن و ضد عفونیش میکردن. اما این تازه اول کار بود. یه تیکه پوست از پیشونی یا گونه که هنوز به بدن وصل بود روی این پایه بخیه میزدن تا خون رسانی ادامه داشته باشه. برای اینکه زودتر جوش بخوره، از ترکیبات عسل، زعفرون و روغن گل سرخ استفاده میکردن. چند هفته بعد بینی سرباز ترمیم میشد و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.